آیا تحریم و بایکات کردن منتوجات اسرائیلی، آمریکایی و کشورهایی که با اسرائیل همکاری میکنند یا شرکت‌هایی که مؤسساتی که با اسرائیل همکاری میکنند جایز است یا نیست؟ این فرض است. مسئله جایز و ناجایزش نیست، این فرض است، واجب است بر همه مسلمان ها که تا حد امکان فاتقوا الله ما استطعتم، تا به اندازه استطاعت از منتجاتی که از کشورهایی که با اسرائیل کمک میکنن یا شرکت های اسرائیلی هستن یا در پشت اینها یهودیایی هستن که با اسرائیل همکار هستن و شرکت های معروفی مثل KFC و ماکدونالدز و اینا که معروف است، حتی که شرکت های مانند HP گرچه اسرائیلی نیست اما با اسرائیل همکاری میکنه، اینها واجب است، فرض است بر تک تک مسلمان ها که تا حد امکان از اینها دوری بکنن. بعضی این شبهه رو وارد میکنن، بعضی از این کسایی که افکار مدخلی دارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو نکرده بودن، مثلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین اتفاقی نیفتاده، ما چطور این کار رو بکنیم؟ این منشه این فکر یکی همون ولی امر پرستی آنهاست، دیگر هم حماقت و جهالت به امور دین. اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین امکاناتی بود که ما بتوانیم توسط بایکات کردن و تحریم کردن به دشمن ضربه بزنیم، 100% رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کارو میکردن. شاید بعضی بگن در زمان خلفای راشدین، در زمان بنی امیه، بنی عباس، در مثلا تا 1300 سال همچین اتفاقی در جهان اسلام نیفتاده. خیلی ساده است، چون در اون موقع جهان اسلام به جهان غرب محتاج نبودن، بلکه اونها محتاج بودن به ما. اونها به دانشگاه‌های ما محتاج بودن، به علمای ما محتاج بودن، به تکنولوژی که در دست مسلمان‌ها بود محتاج بودن. ما به اونها محتاج نبودیم. امروز قضیه شده برعکس، امروز مسلمان‌ها به اونها محتاج هستند و اونها همیشه سعی می‌کنن که با در زیر سیطره قرار دادن اوضاع اقتصادی و صنعتی در کشورهای اسلامی توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های غربی حتی جلوی پیشرفت و انکشاف و ترقی مسلمان‌ها را بگیرن. به خاطر همین امروز تحریم و بایکات کردن شرکت‌هایی که با دشمنان اسلام همکاری می‌کنند بر همه مسلمان‌ها واجب است تا حد امکان. به طور مثال یک کسی یک بیماری داره، علاجش دارویی است که ساخت اسرائیل است، ساخت آمریکاست. اگر این رو استفاده نکنه میمیره. در این صورت بلکه واجب است که استفاده بکنه، چون نجات دادن حیات یک انسان مهمتر از همه چیز است. اما بعضی چیزایی هست، به طور مثال بیارم، در بعضی از کشورها، مثلا در ترکیه، در بعضی از مالزیا، در بعضی کشورها ماکدونالدز و KFC و استاربکس و اینها را مردم تحریم کردن. شما شاید اطلاع داشته باشید که KFC همه شعبه هایی که در ترکیه داشت رو بست. یعنی در تقریبا پیش از ماه رمضان حدود 300 و چند شعبه‌ای که داشت در اینجا بسته شد. به خاطر چی بسته شد؟ چون که مردم نخریدن. استاربکس تحریم شد به خاطر همین شرکت‌های ملی که وجود داشت، اونها اومدن جای استاربکس رو پر کردن، چون با پرروحی و وقاحت تمام اونها اعلان کردن که ما در کنار جنایتکاران اسرائیلی ایستاده ایم و این کمترین کاری است که ما مسلمان‌ها می‌توانیم انجام بدیم. چون همان غذایی که یک برس غذایی که شما میرید از KFC میگیرید و میخورید، یک مقدار از اون سودی که شما به این شرکت میرسانید، این 1% از این سود میره به جیب کی؟ به جیب ارتش اسرائیل. با این پول سلاح آماده میکنن یا میخرن، با این پول گلوله درست میکنن، بعد از اون خانه ها و افراد مسلمانی که در فلسطین برادران و خواهران مسلمان ما رو در اونجا میکشن. پس ما عملاً داریم همکاری میکنیم و یک اصلی هست در قرآن کریم که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در گناه و در دشمنی بر علیه مسلمان ها شما همکاری نکنید.